سلام رفقا، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این آموزش قراره بهتون یاد بدم یه همچین لندینگ پیج رو ایجاد کنید که با اسکرول کردن این افکت جذاب رو داریم تو وارد هیرو سکشن و همچنین حالت اسکرول مانند رو ما میبینید که ناکنید به این صورت ما داریم مشاهده میکنید. ناکنید حالت اسکرول جذاب رو داریم واسه این لندینگ پیجمون، هم حالت فوترش، همین سکشن، همین حالت هیرو سکشن، یه اسکرول جذاب رو ما ایجاد میکنیم. خب بریم سراغ ایجادش. من اینجا یه دونه کانتینر قرار میدم و تمام ارزش میکنم. خب خودش رو داره ضبط میشه. خب داشتم میگفتم یه کانتینر ایجاد کردم تمام ارز، دوباره یه کانتینر دیگه قرار میدم اینجا، اینم تمام ارزش میکنم. اسم این میشه هیرو رپر. اینم میشه هیرو. به این اسم این رو درست داره. خب این از این. بعد حالا تو این کانتینرمون میام ارتفاع، کمترین ارتفاع رو حالت VH قرار میدم و 100 تا واسش میذارم. و بعد میام بک‌گراندمون به این شکل میخوام یه بک‌گراندی رو بدم، تصویر قرار میدم اینجا. اینو من قرار میدم اندازه کامل، جایگاه وسط در وسط، تکرار بدون تکرار میخوام باشه. اندازه نمایش هم روی پوشش ما قرار میدیم، همون کاور. خب این هیرو رپر رو انتخاب میکنم. اینجا میام فاصله داخلی هم پرینگ رو 0 میذارم باشه. به این حالت میخوام در بیاد. بعد این از این دیگه چی میمونه؟ خب تو این هیرو من میام یه متن قرار میدم. خب هیرو رو انتخاب میکنم، میام تو طرح بندی جهت عمودی، تراز کردن محتوا وسط، تراز مواردم وسط میذارم. متن این چیه؟ The World Creative Arena. میام اول خودم یالا این متن رو میذارم، حالا دیگه متن بعدی صفحه رو دیگه کپی پیست میکنم دیگه. اینو بهتون یاد میدم که چه جوریه. نمی‌نویسم The World The Words. اینجا یه دونه داریم، نگاه کنید خط دو قسمته، دو خطه شده. واسه این چیکار میکنم؟ میام یه اسپیس میزنم، تگ BR، تگ HTML BR رو اینجا وارد میکنم و بعد بقیه کلمه رو مینویسم Creative Arena. کنید دو خطی شد به این صورت با استفاده از تگ HTML BR. اینجا شد دو خطی. وسط در وسط میذارم، خانواده فونت یه چی انتخاب میکنم. از این اندازه رو سایز رو رم قرار میدم 6.1. رنگ سفید، رنگش که سفید بود، فقط اینجا چند 5.5 بوده و وزن 500. خب اندازش 5.5، وزن 500. یه فونت دیگر رو بذارم، اینو بذارم. خب میام اینجا دوباره تایپوگرافی، تو حالت تغییر شکل رو میذارم حروف اول بزرگ، به این صورت در بیاد. فقط نمیدونم چرا این اینجوری شده. پیش‌فرض بودن، فونت رو به این صورت در میارم، پیش‌فرض اصلا باشه اینطوری بزرگتر بشه.
این استایلاشو دیگه هم کپی پیست میکنم یه وقتی ویدیو هر کی گرفته نشه. اصل کاریا رو خودم انجام میدم، بقیه‌شو کپی پیست میکنم برای اینکه تایم ویدیو گرفته نشه. خب این درسته. یه دکمه داریم اینجا، چی زده؟ شاپ ناو. رنگ متنش سفید باید باشه. اینم مثلا میذارم صورتی تو، مثلا اینطوری. تایپوگرافی پیشفرض 700 میذارم، 700 هم 500 22 باشه. اینم 12 میکنیم. خب پایین 14 تا میدم، هم 16 تا، راست و چپ هم 16 تا. اینوی 20 تا بهش میگم، اینجوری در بیاد. این از این یه خورده اندازه فاصله بهش بدم. رم بذارم ارتفاع خط 7.5 اینطوری بهتره. نه 7.5 هم نه، همون 7 باشه بهتره. این از این، این از این. بکگراند اینم میام کم رنگ تر میکنم، میام تو قسمت روکش پس زمینه، پس زمینه رنگ شفاف، رنگ و مشکی میذارم، شفافیت رو میذارم مثلا روی اینطوری 0.2 اینطوری باشه. این از این. قسمت بعدی میام ویجت فاصله گذار رو قرار میدم اینجا. نباید اینجا باشه، بیاد بالا، بیاد زیرش. فاصله گذار اینجا من نوش از پیکسل تقریبا به رم و 100 نه وی اچ باید بذارم، وی اچ باشه رو 100 به این صورت. خب حالا میام اینجا اینو از بالا، این اول که پیکسل تغییر میدم به این حالت کاستوم، پن اپ بالا منفی 100 وی اچ. اشتباه بود، این نبود فکر کنم اینه 100 وی اچ. خب یه جایش کارش میلنگه، مثلا 100 وی اچ باید میدادم. بریم رو این کانتینر هیرو، یعنی اینجا اینو تغییر که نه، اینو قاعدتا که نباید تغییر پیدا کنه، اما 100 وی اچ واسه همین بذاریم باشه. حالا واسه فاصله گذار این فاصله پایین. بیام اینجا یه کانتینر دیگه قرار میدم برای این کانتنتمون باشه دیگه. اینو اینجا میذارم، یه کانتینر دیگه داخلش قرار میدم، هر دوتا 100 پیکسل، هر دوتا هم عرض باید باشن. خب اینو میذارم جهتش رو دومیه رو پایین، بعد دوباره کانتینر میذارم، اینو تکثیر ازش میگیرم میدونه. آره به این صورت.
اینطوری باید بشه. خب میام کانتینر اصلی رو انتخاب میکنم، بکگیر پس زمینه بهش میدیم این خاکستری مثلا، رنگ این چی بود همون انتخاب کنیم. این بوده، کپی پیست میکنم ازش به این صورت. خب کانتینر رو درست گذاشتم، درسته؟ آره اوکی. فکر کنم یه اشتباه کردم اینجا، اینو دو تا کانتینر ساختار، دو تا کانتینر که در حال داخل کانتینر، آره نه دور اوکیه. خب این واسه اینه. خب اینو باید افقی قرار بدم. خب حالا اینو داخل این متن و اینا میخواد دیگه، یه تیتر انتخاب میکنم داخلش، یه دونه هم ویرایشگر متن، اینو پایان قرار میدم. متن انگلیسی میخواد دیگه به این صورته. اینو متنش همینجور کپی پیست میکنم، این باز به همین صورت دیگه نکنید. از اول می‌نویسیم get best delivered، بعدش نکنید اینجا تگ HTML BR رو قرار میدی، یه فاصله میذاری تگ HTML BR، بعدش که قرار میدی یه میره خط بعدی، میشه به خط بعدی to you out of our، دوباره اینجا میشه خط بعدی جلوش دوباره تگ HTML BR رو میذاری و بعد میره دوباره خط بعدی endless possibilities. این هم از این حالا ساختارش به این صورته. یعنی گفتم یه وقتی میری گرفته نشه ای بنویسم دوباره، این راحت همینجوری قرار بدیم. فقط سریع رنگش رو میذاریم سفید باشه، سفید بود یاره. تایپوگرافی قرار میدم، رم میذارم. چند بود این؟ بزنیم همینجوری نگاه کنیم دیگه سریع. 2.5 بود، آره هم 2.5. ارتفاع خطم 3، ارتفاع خط دوباره رم 3 میذارم. پیشفردش هم 500 بذاریم، 700 بود البته. خب این از این. بعد خب میمونه این هم دوباره یه لورا ایپسوم دیگه، اینم همون رو کپی میکنم سریع از اینجا. خب دوباره 500 هم به این صورت قرار میدیم. خب ارتفاع قد رم باشه 2 تا بس مثلا اینجا. خب این از این 2 تا هم نه، حالا خیلی شد. یک و 7 خوبه. این از این. خب بعدی هم اینو تصویره، تصویری انتخاب میکنم اینجا. این از این تصویر رو قرار میدم. حالا تصاویرم واسه تون قرار میدم حالا تو کانال، فقط حواستون باشه هم حجمش بالاه، چون فقط هم فرمتش وب پی نیستش و هم حجمشون خیلی بالاه، باید بهینش کنید. من همینجور تو صرفا یه آموزشی دارم واسه تون میذارم، مگر نه حواستون باشه به این موضوع. اینم کامل 80 تا خوبه. 20 تا حاشیه بهش میدم، من میذارم وسط باشن، وسط در وسط به این صورت. من درسته دیگه اینه. خب خوبه. حالا همینو من تکثیر میکنم ازش،
اینو سطر میذارم، سطر محفوظ شده به این صورت در بیاد. این عکس رو عوض میکنم، این تصویر رو میذارم به این حالت در بیاد. 100 تا پدینگ هم بهش بدن. نه پدینگ هم داشت. یک پدینگی هم داشت فکر کنم. پدینگو چه مقداری بذارم؟ خب این تصاویرش رو چک کنم. از این همین شد دیگه. نگاه کنم اوکی به نظرم. از این دیگه اندازش 100 تا کنم ببینم. 100 تا باز بهتره واسه این. بینشم شکافو بذارم 30 تا چطوری میشه؟ فرقی که نکرد. اما 20 تا باشه بذار ببینم. پنینگ هم همین 100 تا باشه. خب ببین اینجا کانتینر اصلی رو انتخاب میکنم. خب اینو میذارم کانتینر کلیمون که همه کانتینر داخلشه. کانتنت میذارم اسمشو، انتخاب میکنم همه کانتینرها داخل اینه. خب زد ایندکس 2 بهش میدم چون میخوام بیفته رو این هیرو سیکشنم. و بعد میام اینجا حاشیه خالیشو میذارم روی میذارم این علامت پن، اینو بر میدارم اینجا. خب می‌نویسم منفی 100 VH. خب اینجوری رفت. رفرش بشه باگ خود فکر کنم. دو اینم از این ایندکس 0 باید باشه. چرا نشد؟ چرا دادم؟ بیام به این بدم ببینم. یک فکر کنم باید میدادم این. از این کانتینر کل ما منفی 100 تا میره به این. از این 100 VH. دوستان یه ذره یه اروری خورد صفحه‌مو یه رفرش کردم لگ داشتین هم سیستمم هم نمیدونم الیمنتور باگ داشت چی داشت. از الان دوباره شروع میکنم ادامه ویدیو رو. عذرخواهی میکنم بابتش. خب بیام هیرو رو یه چک کنم. خب زد ایندکسش که یکه. چیکار باید میکردم؟ خب یه چیزی رو فهمیدم فکر کنم که این نرفته نچسبیده بالا. و به این موشه این افکت فکر کنم یه چسبندگی اونو به بالا بدم. چسبندگی و اینا باید بمونه. هم کامپیوتر هم تبلت هم موبایل ماندن در ستونم بزنیم. خب حالا اوکی شد. ناکن اسکرول میکنم اینجوری میشه. اوکی شد به این صورت در من. حالا این کانتینر انتخاب میکنم. یه ریدیوس هم به گوشه هاش بدم هر 4 طرفشو قشنگ تر بشه. این از حاشیه بدم بهش 30 تا بهش بدم. این از این اینطوری در اومد. اوکی شدیم. خب بریم سراغ من میخوام برم اول فوتر رو حالا انجام بدم. خب فوتر رو که حالا خودتون دیگه بلدید دیگه 90% میدونید فوتر چجوری ساخته میشه. پس من سریع فقط اینو کپی پیست میکنم حالا خود فوتر رو واسهتون همینجا
و یه سری نکات داره که اون رو واسهتون توضیح میدم، ولی خب طراحی خود فوتر رو دیگه خودتون به سلیقه خودتون انجامش بدید دیگه، نمیخوام وقت ویدیو گرفته بشه. من فوتر رو میام اینجا، پس من میام کپی میکنم، اینه فوتر رپر، کپی میکنم اینجا پیست میکنم. این از این. یه سری توضیحات بدم. یه کانتینر داریم کلی از فوتر، خب فوتر رپر، داخلش دوتا یه دونه ویژت فاصله گذار داریم و یه کانتینر که که اسمش فوتره. دوباره داخل این فوتر ما، کانتینر فوتر این میشه، این قسمت دوباره 4 تا کانتینره، این 4 تا ستون رو مشاهده میکنیم که محتویات داخل این فوتر ما هستش. به این صورت نمایش میدم. فوتر ما خب همچنین مشاهده میکنید عرض محتوا باید جعبه‌ای باشه، ارزش رو گذاشتن 1200 تا، جهتش افقی میشه، وسط در وسط هم همشونی، هم محتوا هم موارد. بعد دیگه چی شد؟ دیگه چی بگم؟ یه پدینگی بهش دادم 100 تا از بالا پایین، 20 هم از راست و چپ، خب واسه این فوتر اینجا، این سکشن این 4 تا که این 4 تا ستون داخلش قرار گرفته. این از این مورد. بعد حالا خود کانتینر کلی اصلی ما، فوتر رپر، خب به این میام یه بک‌گراند مشکی دادم اینجا. دیگه چی؟ دیگه خاصی نبود. ارزش هم ارز محتوا باید تمام ارز باشه، 100% ارزش باید باشه. جهتش هم پایین ستون عمودی گذاشتم. این از این. خب بریم قسمت بعدی. این ویژت فاصله گذار من دادم بهش که واسه اسکرول کردن رو لازمه. یه فاصله باید باشه، یه فاصله خالی. VH گذاشتم مقدارشو 90 تا، اندازش 90 VH. این از این. خب بریم سراغ فوتر. اول فوتر رپر رو بریم کلی. از بالا حاشیه خارجی، مارجین بالا گذاشتم به حالت کاستوم و بالا منفی 90 VH رو بهش دادم. خب این از این، منفی 90 VH. بعد دیگه چی؟ موشن افکت ستون که این نداریم. خب اینو فوترش. تو فوترش هم پس قاعدتا میام زد ایندکس رو 0 میذارم که مثلا وقتی اومدم اسکرول کنم این ستون که نه، کانتینر خاکستری رنگ بیاد قشنگ روش قرار بگیره. ناکو موقع اسکرول کردن قشنگ میپوشونه این فوتر رو، خاطر این زد ایندکس. و موشن افکت هم که قطعا باید یه قسمت چسبندگی بذاریم پایین و ماندن در ستونم که بله باید باشه حتما. پس این شد از فوترمون. خب بریم سراغ این قسمت، این سکشنمون. خب میام اینجا دوباره یه کانتینر قرار میدم اینجا از این، اسمشو میذارم CTA رپر. دوباره داخلش یه کانتینر دیگه، ارزش هم باز تمام ارزه هر دوتا. خب اینو میذارم CTA اسمشو. داخل این باز یه کانتینر میذارم دوباره و به این صورت. خب داخلش باید چی باشه؟ خب یه تیتر میخواد و یه دونه دکمه هم که اصلا اینجا کپی میکنم، همینو پیست. این میاد وسط قرار میگیرن دوتا. خب اینم باید وسط باشه دیگه فکر کنم. CTA نگاه بندازم. آره همشون وسط باید باشن. CTA رو به نظرم اینجا
محتواشو جعبه‌ای بذارم 1440 باشه ارزش. ارز محتوا جعبه‌ای. از این میمونه این دوتا. خب اینم از این. اینو یه هاور استایل هم بهش بدم. هاور متن مشکی. رنگ سفید. به این صورت در نه. خب اینو این رنگ رو میذارم ازش. خب این مثلا باز دوباره همینجا کپی پیست میکنم سریع. دوباره باز شاپ، بعدش تگ بی آر، بعد انیور دوباره تگ بی آر که به این صورت 3 خطی در میاد. وسط در وسط مشکی میکنم. خب اینم از این محتوا این باشه. رم 5.5. تغییر شکل رو میذارم حروف اول بزرگ. فکر کنم 6.1 بود. داره ازش خورده بزرگتره. پیش‌فرض بذارم نه پیش‌فرض بذارم این باشه بهتره. اینم از این. خب حالا میام بعدش چیکار میکنم؟ اینو دوباره کلیک میکنم CTA، یه دونه ویجت فاصله گذار دوباره قرار میدم. VH میذارم و 90 تا باشه. میام پیشرفته. پس زمینه میام. نه پس زمینه میام. آره رنگ صورتی میخوایم. این صورت ترانسپرنتش رو اینطوری کم میذارم باشه. حالا ماسک هم انتخاب میکنم اینجا روشن. این شیپ رو انتخاب میکنم. طراحی از کیس اسمشه، حالا نمیدونم تلفظش. انتخاب میکنم به این صورت در بیاد. بعد دوباره طرحبندی میام جایگاهش رو میذارم مطلق یا همون ابسولوت به این صورت در بیاد. تا اندازه این ویژت فاصله گذار رو صد VH باید باشه. به این صورت در میاد. خب دوستان باز معذرت میخوام، باز این هنگ کرد المنتور، دوباره مجبور شدم قطع کنم، یعنی پاز بدم ویدیو رو. خب الان کجا بودیم؟ بیام الان CTA و ارتفاعی باید بهش بدم. من فکر کنم VH بذارم یه کمتر ارتفاع 100 VH به این صورت. حالا قشنگ شد. بعد بیام به خود همین CTA زد ایندکس 0 رو بدم، چون میخوام بقیه بیو کانتینر رو بیفتن روی این صورت. حالت همین اسکرول بشه کنی به این صورت میخوام در بیاد محتوا. خب موشن افکت دوباره مثل همون بقیه چسبندگی بالا، همین حالت میذارم بمونه. بعد میام خود CTA رپر رو انتخاب میکنم دوباره اینجوری. میام این دفعه هم بالا هم پایین. میام پیکسل میزنم این حالت پن باشه کاستوم منفی 100 VH از بالا و اینجا پایینم دوباره منفی پاک کنم منفی 100 VH به این صورت در بیاد. خب حالا باید چیکار کنیم؟ این جاشون رو عوض کنم.
CTA رپر باید بیارم بالای فوتر، این صورت در بیام. خب رفرش کنم، پیش نمایش تغییرات هم بزنیم. مشکل از چیه باز اینجا 100 VH مطلق فکر کنم باید یه کار دیگه هم بکنیم چون نمایش داده نمیشه. چه بیام زد ایندکس رو بدم 0.1 البته برای اینم بدم 0. خب از این انتشار رو بزنم. اوکی نشد باز. من باز سیستمم هنگ شد، دوباره ضبط یعنی دوباره کات کردم، باز عذرخواهی میکنم. خب اینو چیکار کنیم این اوکیشه؟ فهمید، فکر کنم این باشه چون یه ارتفاعی باید بهش بدم چون روش رفت افتادن اینا. انجامم یه تست کنم، یه کمترین ارتفاع VH مثلا بهش بدم 100 تا، یه خورده اوکی شد اینجا، مثلا 300 تا کنم. حالا درست شد. این حالا به این صورت در اومد. من بس مشکل از ارتفاع بود، یادم رفت اینو. خب بریم سراغ قسمت بعدی که میمونه همین قسمت. خب اینم دوباره همون کپی پیست دیگه، میایم اینو همینو این کانتینر رو اصلیه رو کانتنت رو کپی ازش میگیرم، میام این پایین پیست میکنم. خب اینو میبندمش، میام بالای فوتر قرار میدم و بعد میام این کانتینر رو اصلا حذف میکنم اینجا، این عکس رو هم برمیدارم اینجا، این عکس رو قرار میدم اینطوری. به این صورت اندازش رو میکنم 80% مثل قبلیه. خب اینم از این. خب یه انتشار بزنم و پیشنهادش تغییرات رو ببینیم. قشنگ این کانتین دومی هم، این سکشن دومی هم رو فوتر اینطوری اعمال میشه. میرم بالا و میره فوتر، میام پایین اینجوری اسکرول پیدا میکنه اینطوری به این صورت. یه افکت هم به این بدم، من به این کنم این باشه موشن افکت پیمایش، اسکرول عمودی دوتا بهش بدم. اشتباه این نبود، دومی است. خب این از این. استایل بود فکر کنم.
کنم. آره استایل بود. تصویر اینجا بزنم ببین. آره درست شد. مقدار 2 رو بهش میدم تندی بشه 2، جهت هم از بالا. خب اینطوری کنیم به این صورت در کنید. یه افکتی اینجا ایجاد شد به این صورت. هم از این. خب بریم سراغ حالت موبایل. اینجا رو به صورت عمودی قرار میدم که 100% میخوام عرض بگیره. اینجا سریع میدم هم بود دیگه. اینم استایلش پایین 100% نه همون منوال پیش میره. تمر 100%. دونیم بریم باشه اینجا. بعد بیایم تو اینجا کانتنت رو انتخاب کنم. درست 100 رو برداریم اینجا. خب اینطوری بشه. خب اینو بیام وسط. نه وسط هم آره دیگه. نه وسط نباشم اینطوری در بیام. چی بود؟ وسط باشه بهتره. اینم به همین صورت بیاد وسط. اینم از این. اینم بیاد وسط. اینم از این. این اندازه شو کوچیک کنیم به این صورت در بیاد. یه نشان. اینم ارتفاعات رم بدم. اینم از این. حالا میتونید کوچیک کنید به نظرم خوبه. دوباره اینو بیام تمام عرض 100% بدیم پایین. کانتینر نه به همین صورت باز به این شکل وسط باشه. اینم باز پدینگشو من بر میدارم 100 نمیخوام باشه به این صورت. اینم وسط. اینم که همین اوکیه. فوترم که به همین منوال پیش میره. اینم ووترم حالا اگه دلتون خواست استایل رو تغییر بدید اینو وسط چین بشم. من اینطوری راحت تر بودم. تبلتم باز اوکیه. تبلتم اینو رو میتونید مثلا دوباره اینطوریش کنید به این منوال در بیاد. جهت رو بکنید ستون عمودی. واسه اینم به همین منوال. اینو بکنی ستون عمودی. نه اینو برداری این کانتینر رو ستون عمودی به این شکل در بیاد. اینم به همین منوال. این به همین راحتی. این سکیور سکشن هم نگاه بندازم. خب اینم اوکیه. این رو سکشن اینم باز اوکیه. یه خورده میتونیم 5.5 مثلا 2.7 بهتره. باز ارتفاع خطم اینطوری باشه مثلا به این صورت 4.8 ارتفاع خط 2.7 ساید اندازه این فونت روی متن. به همین راحتی دیدیم که ریسپانسیو هم شد این لندینگ پیجمون و تمام دیگه همین بود. خیلی ممنونم رفقا که این ویدیو آموزشی رو مشاهده کردید تا آخر. لایک و کامنت یادتون نره. چنل رو حتما سابسکرایب کنید تا آموزش‌های بعدی رو هم از دست ندید. خیلی ممنونم. تا آموزش‌های دیگه خدا نگهدارتون.